آقا سلام عرض شد. خیلی چاکریم. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. آقا من نمیدونم راستش از کجا شروع کنم. چنل من ریموو شده بود یه مدت. کلا حذف شده بود از یوتیوب. به دلیل کلاهبرداری هم حذف شده بود. واقعا نمیدونم چرا. شما خودتون بهتر از من میدونی. شما ویدیوهای منو دیدین، شما منو بالا آوردین، شما منو به نزدیک 3K ساب آوردین. شما بگین من تو ویدیوهام اصلا تبلیغی یا اصلا اشتباهی داشتم که کار غیر مجاز باشه؟ شما اصلا ویدیوهای منو جز این که گیم پلی بذارم روی گیم پلی هم حرف بزنم چیز دیدین؟ آقا بعضی موقع خودم رو گفتم لایک کنین. خب خودم گفتم، یعنی گفتم به شما، گفتم این چنل رو ساب کنین، این ویدیو رو هم لایک کنین. جز این هیچ چی دیگه نگفتم. یعنی هیچ تبلیغی نذاشتم. من نمیدونم چرا کلاهبرداری. نمیدونم، ممکنه کار یکی دیگه باشه. شاید یکی دید رشد چنلم خوبه، رشد چنلم بالاه، که این رشدم مدیون شما. خدا وکیلی مدیون شما. شما اگه نبودین من هیچی، اصلا به 10 تا صاحبم نمیرسیدم، چه برسه به 3K، نزدیک 3K. نمیدونم، یارو دید من دارم میرم بالا، سوخت، یارو کونش سوخت، نمیدونم چه اتفاقی واسش افتاد، دشمنی کرد. احتمال این که رفیقام این کار رو انجام داده باشن واقعا بیشتر از من غریب است. من الان یه رفیق دارم نزدیک 2K خورده ای ساب داره. شاید اون یارو دید من اینطوری دارم میرم بالا، کونش سوخت. نمیدونم از کجا معلوم. خب وقتی تو میخوای ریپورت بزنی، حداقل یه ریپورتی بزن که منطقی باشه. بابا من چه کاری انجام دادم که بخوام کلاهبرداری انجام بدم؟ شما خودتون تو کامنت ها اصلا بنویسین که من چه کاری انجام دادم که بخوام کلاه شما رو بردارم. خود نکرده. بعد اصلا همه اینا به کنار، اومد ویدیوهای منو همه رو حذف کرد، بعد دوباره برگردون. یعنی چی؟ یعنی تک ویدیوهامو بررسی کرد، دید هیچ مشکلی نداره، برگردون. پس اونی که این ریپورت انجام داد از روی نفهمیش این ریپورت انجام داد، یعنی هیچ شناختی از من نداشت. خلاصه که حرفای امروز من کاملا دلی بود. نمیخواستم کسی رو بکوبم، نمیخواستم کسی زمین بزنم، برعکس اونی که این کارو کرد. خلاصه که میخوام ازتون درخواست کنم چنل منو به همون الگوریتم سابقش برگردونید. خیلی الان اصلا از الگوریتم خارج شده. لایک کنید، ساب کنید. دم همتون گرم. فعلا.